این اتفاق مال زمانی که 17 سالم بود، یعنی دقیقاً 2 سال پیش. دوست دخترم ازم جدا شده بود و این جدایی خیلی تاثیر بدی روم گذاشته بود. خیلی تلاش کردم که دوباره برگرده و با هم باشیم. کلی تماس و پیامک و فایل صوتی براش میفرستادم، اما هیچ وقت جوابی بهشون نداد. چند هفته گذشته بود، هر روز دلم بیشتر براش تنگ میشد. نگران بودم که دیگه هیچ وقت همچین عشقی رو نمیتونم دوباره داشته باشم. وقتی با برادرم در موردش حرف زدم و متوجه ناراحتی من شد، گفت که اون دختر رو دیگه فراموش کنم، اینکه وقتش رسیده با آدمای جدیدی آشنا بشم. بهم یه برنامه‌ای معرفی کرد که با اون میتونستم با آدمای آشنا بشم و یه دوست پیدا کنم. من قبلا این برنامه رو دیده بودم، ولی هیچ وقت ازش استفاده نکرده بودم، چون علاقه‌ای نداشتم با آدمای مجازی ارتباط بگیرم. ولی خب تصمیم گرفتم یه بار امتحان کنم. برای همین ثبت نام کردم. شروع کردم به لایک کردن چند تا از عکسای دخترها. انصافا دخترای خوشگلی هم بودن. تو بین دخترها تونستم توجه یکیشون رو جلب کنم. اسمش رابین بود. اون ککی مکی و موهای آبی خوشگلی داشت و همینطور لب‌های خوشگل. دقیقاً چیزی که دوست داشتم. تقریبا همسن بودیم. اونم تو شهر ما ساکن بود، شهر منفیس، شهری که توش زندگی میکنم. شروع کردم باهاش چت کردن. از قضا ظاهرا اون منو میشناخت. بهم گفت قبلا با هم همکلاسی شدیم. گفتم مطمئنی؟ گفت آره، من همون دختر ساکت کلاس بودم. به هر حال بهش گفتم خیلی قیافه نازی داری، بیا همو ببینیم. اونم قبول کرد. بهش گفتم که یا کجا میتونم ببینمت. اونم گفت ساعت 9 شب نزدیک محل خونهشون میتونیم همو ببینیم. که خب منم قبول کردم. باش هماهنگ کردم و خودم و ساعت 9 شب به محلشون رسوندم. بهش زنگ زدم، جوابی نداد. بعد پیامک دادم که بازم جوابی نگرفتم. حدود ساعت 9:30 شده بود. نیم ساعت گذشته بود و هنوز هیچ خبری ازش نشده بود. داشتم به این فکر میکردم که نکنه منو پیچونده و اصلا قرار نیست بیاد. دیگه داشتم بی خیال این قرار میشدم و میخواستم برگردم خونمون. خیلی از این که پیچونده شدم ناراحت بودم. یواش یواش دیگه میخواستم برگردم خونمون. یه ماشین درست جلوی پام ترمز کرد و شیشه ماشین رو داد پایین. یه پیرمرد ترسناک حدوداً 50 ساله که یه جورایی کثیف هم به نظر میرسید. انگار خیلی وقت بود که دوش نگرفته. از من پرسید که جایی میخوام برم. بهش گفتم با یکی قرار داشتم و اون نیومده. الانم دارم برمیگردم خونمون. پیرمرد یهو برگشت و گفت آها، تو همونی هستی که با دختر من قرار داشته. اسم من جفه، من پدرشم. رابین در مورد تو خیلی تعریف کرده. رابین نمیتونه امروز بیاد. امروز براش یه کاری پیش اومده. فراموش کرده بهت بگه که نمیتونست بیاد. قراره تا دیر وقت سر کارش باشه. پیرمرد ازم بابت همچین موضوعی عذرخواهی کرد و گفت سوار ماشینش بشم تا منو تا خونمون برسونه. من چون مسیرم طولانی بود منم قبول کردم. بهش آدرس خونمون رو دادم. مسیرمون یه خورده طولانی بود. چون امروز خیلی معطل شده بودم، خسته بودم. واسه همین احساس خستگی میکردم. سعی کردم یه چرت کوتاه بزنم. بعد از یه مدت چشامو باز کردم، اینور اونور رو نگاه کردم، ولی این مسیر اصلا مسیر خونمون نبود. به پیرمرده گفتم این مسیر خونمون نیست، که به من گفت نگران نباشم، داره از میونبر منو میرسونه. بعد با یه لبخند ترسناکی بهم نگاه کرد. احساس کردم قلبم داره میاد تو دهنم. وقتی دقیق نگاش کردم دیدم یه اسلحه همراه خودش داره. تازه 2000 افتاده بود که قراره چه اتفاقی سرم بیاد. بهش گفتم تو رو خدا بذار برم، خانواده‌ام منتظر منن. اون بیشتر پاشو روی پدال گاز گذاشت. ماشین سرعتش زیاد بود. من سعی کردم در ماشین رو باز کنم، ولی ظاهراً قفل کودک رو فعال کرده بود تا نتونم در رو باز کنم. من گیر افتاده بودم. هیچ راه فراری نداشتم. داشت میرفت توی یه مسیر جنگلی. گوشیم هیچ آنتنی نداشت که بتونم تماس بگیرم. باید بیرون میرفتم. دیگه وسط جنگل رسیده بودیم. پیرمرد سرعت رو کم کرده بود. به خودم اومدم، یادم افتاد چاقوی جیبم همراهمه. درش آوردم و سریع چند تا ضربه محکم به شونه پیرمرد زدم. داشت از درد فریاد میکشید و سریع ترمز کرد. منم از این فرصت استفاده کردم و سریع قفل کودک رو زدم و از در ماشین پیاده شدم. شروع کردم به دویدن. تا جایی که میتونستم با سرعت به سمت درختای جنگل دویدم. پیرمرد هم از ماشین پیاده شده بود و شروع کرد به سمت من شلیک کردن. خوش شانس بودم که هیچ کدوم به من نخورد. پیرمرد درست پشت سرم میدوید و منو تعقیب میکرد. من خودم رو پشت یه درخت قایم کردم. درست پشت سرم بود.
میشنیدم که داره فریاد میزنه که فرار نکنم و خودم رو قایم نکنم. پشت سر هم با عصبانیت میگفت پیدات میکنم. از ترس با دستم جلوی دهنم رو گرفتم. حتی سعی میکردم بلند نفس نکشم. برای چند لحظه همه جا رو سکوت گرفته بود. متوجه نور چراغ قوه شدم. پیرمرد داشت دنبالم میگشت. حتی چند باری از کنارم رد شد ولی اصلا منو ندید. وقتی به من نزدیکتر شد چراغ قوه گوشیمو روشن کردم و شروع کردم به دویدن. دیگه به هیچ چی توجهی نداشتم. سعی کردم تا جایی که میتونم خودم رو برسونم به جاده. پیرمرد داشت دنبالم میدوید. به سمت من شلیک می‌کرد. چقدر خوش شانس بودم که هیچ کدومشون به من نخورد. پشت سرم شنیدم که انگار پیرمرد ریز خورد و افتاد زمین. من سرعتمو زیادتر کردم. آخر سر تونستم خودم رو به یه جاده برسونم. پشت سرم رو نگاه کردم، اثری از پیرمرد نبود. دیدم یه ماشین قرمز رنگ داره میاد سمت من. وسط جاده وایسادم تا نگهش دارم. از شانسم ماشین نگه داشت. بهش گفتم یه پیرمرد دیوونه منو دزدید و الانم دنبالمه. ازش خواهش کردم که منو سوار کنه تا یه ایستگاه پلیس منو برسونه. بالاخره منو سوار کرد و تا ایستگاه پلیس منو رسون. رفتم به پلیس همه چیزو توضیح دادم. منتها یادم رفته بود پلاک ماشینو بردارم. بعد از کلی سوال و جواب پلیس به من گفت چند تا پرونده مشابه همین اتفاق من وجود داره که پیرمرد جای دختر با مردای جوان قرار میذاشته و چند مورد قتل و تجاوز اتفاق افتاده. پلیس گفت چقدر خوششانس بودم که بدون اینکه بهم آسیبی برسه تونستم فرار کنم. پلیس منو به خونمون رسوند. به جز برادرم به کسی این ماجرا رو تعریف نکردم. اون مرد هیچ وقت با من تماس نگرفت و هیچ وقت هم دنبالم نیومد. ولی همیشه به این فکر میکنم که چقدر احمق بودم که آدرس خونمون رو بهش دادم. به این فکر میکنم که ممکنه یه روز بیاد دنبالم و پیدام کنه و حسابم رو برسه. از اون روز به بعد دیگه احتیاط کردم و به هیچ کس زود اعتماد نکردم.